میدونی اگه گوگل بمیره به بچه‌هاش چی میرسه؟ نه. گوگلرز. سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم فقط بخندیم. با دوست عزیزم ارشی مامان. سابسکرایب، لایک، کامنت یادت نره. ارشیا هستم، خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصیم. Let's go. همین آقا، میدونی به باسنایی که مس میکنن چی میگن؟ نه. مسکونی. میدونی هر کس بخوام مالمو بخوره چیکارش میکنم؟ چیکارش میکنی؟ در میرم میذارم تو تهش بخوره. حالا یه چی دیگه، میدونی به پزشکی که یبوست نداره چی میگن؟ نه. میگن روان پزشک. امروز خیلی ناراحتم. چرا؟ رفتم امروز عکس سیدرچا گرفتم. تو چهارمش دماغم بود. حالا یه چی دیگه، میدونی دوممه چیه؟ دیگه بیشور نشد دیگه. نه چیزی نیست، به روباره میگن کو شاهد، میگه دوممه. یه بار دو تا پیران با هم دعواشون میشه، تصادف میکنن. خب میدونی اتو میاد چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ میاد چروکی میکشه. میدونی نمک ها چرا سوراخ دارن؟ سرشون سر نمک. نمکدونا سر سوراخه؟ آره، میدونی چرا؟ بخاطر قشنگ بدید. نه، به خاطر اینکه نمک ها خفه نشن. این دو تا شبا که با هم دعوا میکنن، بنده چه فوشی میدن؟ چی میگن؟ میگه به فاقم. فاق میکشه بالا. میدونی اگه گوگل بمیره به بچه‌هاش چی میرسه؟ گوگل بمیره بچه‌ها چی میرسه؟ آره، اگه گوگل بمیره گوگلرز. یه بار یه خروسه مرغش میمیره. میدونی میره بعد میره تو کوچه میگه چی میگه؟ میگه خدا. به جای خدا میگه خدا. همین آقا، میدونی اگه فرزندای حضرت آدم با هم دعوا کنن به هم میگه چی میگن؟ حضرت آدم با هم دعوا آره. کنن. میگه هواکش. هوا، آدم و هوا. لواندوفسکی بازیکن فوتبال هست. خب میره گوشی زنشو چک کنه، میره زنش چی بهش میگه؟ چی میگه؟ میگه لوا شک داری. شک.